عزیز، یک راز براتون دارم که هیچ کی براتون نمیگه. راز لول بردن بالاه که میتونید داخل این قبیله خیلی خوب رک میده و خیلی هم رک پر میکنه. این کلن هستش. کلن درسته میبینید که کلن 12 عضو توش نیست، درسته، ولی همینطور که مشاهده میفرمایید بالاترین سطحشون چنده؟ 347. حالا میریم ببینیم چقدر رفیق داره. نگاه کنید، 3,841,551 رفیق شفیق داره. و اگر خواستید براتون تگش رو توی شرحش میذارم، حتما جای شرحش رو نگاه کنید. و یک راز مخفی دیگه هم هستش در کلاش آف کلنز و حتما در بیلدر بیس خوب بازی کنید، چون که کارگر ششم را در دکده خانه بهتون میده و اگر اونو تو تاین هال های پایین داشته باشید خیلی کمک میکنه و توی تاین هال های بالاتر خوب کمک میکنه و توصیه میکنم که حتما بازیش کنید بیلدر بیس رو. و اونایی که نمیدونستن این رازها رو بدونن و اگر از این فیلم خوشتون اومد لایک کنید و خوشحال میشم که سابسکرایب هم بکنید. و اگر از این فیلم خوشتون اومد بیاین تو کامنت ها بهم بگین. ممنون از همگیتون، از من حمایت کنین. خدا نگهدار.